خانم لطفا شالتون رو سرتون کنید. میگن آخه فوش میدن. سرفورش با ما بد نه، یه تذکره. بهتون گفتش که حجاب رعایت کنید، مثلا این حرف به هر حجاب گیرلا. آره فکر کنم بیادبی کرد. خانم اون خانمه که اونجا بودش. خانم ببخشید این بهتون تذکر داد، چرا سرت کرده؟ سرت نمی‌کرد. بهتون بی احترامی کرد برای حجاب و اینا. آخه میگن اینا حرف بد میزنن بیاده. خداییش نه بابا خانم گوش نمیدادی اصلا سرت نمی‌کردی. چرا بابا؟ ای بابا نه خانم ببین اینا نمیخواد حالا همه حرفاشون هم گوش بدی، چون اینا همشون دوست دارن تنش درست کنن. اون بعضی نمیخوان رعایت کنن دیگه، درسته؟ حالا یه وقت اون میخواد رعایت کنه، این نمیخواد رعایت کنه. حالا سرت نکن با اینا من میدونستم از اولش. میگن نمیدونیم چیه، حرفای بی ربط میزنن. خب حجاب تو شخصیه دیگه. عزیزم اگه شال داری سر خانم این خانمه به شما آقا ببخشید گیر داد به واسه حجاب، بیادبی کرد برای حجاب و اینا. ها خانم برای چی گوش میدی به حرفشون؟ گفت رعایت کن. شما مگه با اونایی سرت کردی؟ یعنی چی با اونایی؟ چرا؟ نظر واقعی جامعه رو برسونم که نتیجه اتفاقی نیفتاد. خاطر این مملکت چه درست چه غلط. یک دو اینکه ایشون چون لحن صحبت کردنش درست بود، من به حرف ایشون احترام میذارم. دختر قشنگم داری میری پایین. خانم شالو سرت کن. خانم عزیزم شالتون رو سر کنید. شالو سرت کن قربونت برم. ممنون میشم.